Cibo ditina bashtir telefona khwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. سلطنت طلبها به خصوص شاه‌اللهی‌ها و حزب اللهی‌ها یه وجه مشترک دارن هر جفتشون و اونم این هستش که ضد کردها هستن یا با کردها موافق نیستن و احزاب و تشکل‌های کردی رو میگن که اینا که نمایندگی ندارن. این حرف و سال 57 هم که انقلاب شده بود، سال 58 هم که انقلاب شده بود، بحران کردستان بود، خیلی از جمهوری اسلامی چیا میگفتن. آقای خلخالی میگفت، ظهیر نژاد میگفت، امام میگفت، آقای هاشمی رفسنجانی میگفتن ما با احزاب و تشکل‌های سیاسی کردها مذاکره نمی‌کنیم. کی گفته اینا نمایندگی کردها رو دارن؟ ما با مردم کرد مذاکره می‌کنیم. الان هم سلطنت طلبها همین مهمل رو دارن میگن که ما با احزاب همه وطن فروشن، همه تجزیه طلبن، کومله تجزیه طلبه، حزب دموکرات تجزیه طلبه، مصطفی هجری تجزیه طلبه، عبدالله مهتدی تجزیه طلبه، ولی مردم مهاباد نیستن. بابا جون، مردم مهاباد مصطفی هجری رو قبول دارن، مردم سردش مصطفی هجری رو قبول دارن، مردم سنندج مصطفی هجری رو قبول دارن. ولی ممکنه که بعضیاشون قبول نداشته باشن ولی محبوبیت دارن. حزب دموکرات پایگاه مردمی داره. آخه این چه حرفاییه که شما میزنین که مردم کرد تجزیه طلب نیستن ولی مصطفی